باری دیگر شب شما بخیر و شادی باشد و این موفقیت دسته منتخب فوتبال تاجیکستان موفقیت تمام مردم کشور عزیز ما است. موفقیت است که امروز البته تمام فوتبال تاجیک آن را استقبال میکنه. از کارگردان خواهش میکنم که آن حالت یک حمله در مرکز میدان است و ما نشان بیان نه این الکی به انجام رسید و ما حالت های تکرار رو این حال متوجه میشیم و همه فوتبال بازان نوروز 16 ساله تاجیکستان در میدان رقص زیبای تاجیکی را انجام میدهند که خیلی هم خوب است، چون که آنها ارزنده هستند، آنها موفق هستند و با نمایش دادن همین حالت‌های تکرار که فرصت‌های خوبی گلزنی بود برای نوروزان 16 ساله ما، برای ستاد مربیان هیئت فوتبال بازان، فکر میکنم بی‌نهایت عالی بازی کردند در بازی حل طلب حساس و ما گزارش خود را به انجام میرسانیم و این حال همکاران ما آمادگی میگیرند برای صحبت انجام دادن. با آرزو داریم که تیم منتخب فوتبال تاجیکستان نیز بر چمپیونات آسیا 2019 رویت بگیرد و این است آرزوی دیگری مخلصان فوتبال تاجیک. و این گلی که در اجرای اسرائیل خالف زده شد فکر میکنم گل غلبه آور و حل کننده برای نوروزان 16 ساله تاجیکستان بود و البته همه بازیگران بهترین هستند در میدان، ولی گل زده اسرائیل خالف من فکر میکنم بهترین از بهترین ها بود در دیداری امروزه که غلبه دسته نوروزان ما را تامین کرد. حالا من از کارگردان خواهش میکنم که اون کاری که در میدان فوتبال بازان نوروز 16 ساله نشون میدن با ما نشون بدن، چون که خیلی هم عالی است و اونها